حرکت جنجالی مستر بیست و ضررش به کانال های ممنتو و پوریا بست یا هر کانالی که دوبله اون انجام میده. اینکه ویدیوی امروز رو شروع کنیم میخوام یه نکته خیلی مهم بهتون بگم و یه خواهش ازتون بکنم. من دارم داستان شدن درگیری حامد تبریزی و مهدی امینی و دستگیر شدن اونها. سلام تو میری قمه دستت میگیری زورت پشت قمته. سلام، به کانال TNT حواشی خوش اومدید. اگه دوست دارید از حواشی داغ روز اولین نفر باشید که با خبر میشید، لطفاً چنل رو سابسکرایب کنید تا از حواشی داغ ما جا نمونید. اما میریم سراغ حواشی امروز. همونطور که میدونید احتمالاً همتون مستر بیست یا همون یوتیوبر بزرگ یوتیوب رو میشناسید و میدونید که بعضی از کانال‌های فارسی مثل پوریا بست و ممنتو دوبل فارسی ویدیوهای اون رو داخل کانالشون آپلود میکنن و چند وقت پیش پوریا بست به ممنتو یه تیکه میندازه و میگه دوبلش آشغاله. ولی امروز کار به این موضوع نداریم و میریم سراغ اصل داستان. ماجرا از این قراره که مستر بیست وقتی میبینه داخل ایران از دوبله فارسی ویدیوهاش دارن بازدید میکنن و مثل اینکه ویوهای خوبی میگیره، تصمیم گرفته که ویدیوهای خودش رو دوبله فارسی کنه و تا الان چند تا از شورت ویدیوهاش رو دوبله فارسی رو اونا گذاشته. ولی این خبر برای ممنتو و پوریا وست خیلی خبر بدیه و اگه مستر بیست روی ویدیوهای بلندش هم دوبله فارسی انجام بده، دیگه ویوی برای پوریا وست و ممنتو نمیمونه. و همونطور که میدونید این دوتا کانال برای دوبلایی که انجام میدادن هیت زیادی هم میگرفتن، اما هنوز معلوم نیست که مستر بیست قصد دوبله فارسی کردن ویدیوهای لانگ یا بلندش هم داره یا نه. من از راک خواستم سنگ کاغذ قیچی بازی کنیم. اگه بتونی منو ببری من $100,000 به هر خیریه که تو بگی کمک میکنم. وای آماده ای؟ آره آمادم. سنگ سلام، یه آیفون میخوای؟ معلومه کاره. هی من عاشق لباست شدم. یه آیفون بگیر. خیلی ممنونم خدای من آقا. شما به خاطر پوشیدن لباس ماینکرافت 2 تا میگیرید. خب که کدوم یکی از اینا بهتره و بدون تعارف جواب بده. این یه شکلات $400 یکی از اینترنت خریدم و اینم یه بسته شکلات چند دلاری منه. راستش بعد از این خبر جنجالی و دوبله فارسی شدن چند تا از شورت های مستر بیست، پوریا وست داخل یکی از ویدیوهاش که به تازگی منتشر کرده مخاطباشو برای اینکه برای مستر بیست کامنت بذارن که با پوریا وست همکاری کنه تشویق میکنه و یه متن داخل دیسکریپشن کانالش برای مخاطبا مینویسه که اونا کپیش کنن و داخل ویدیوهای مستر بیست کامنت بذارن. ولی مستر بیست به نظرتون که زیر بار همکاری با پوریا وست میره یا نه؟ و به گفته خود پوریا وست به مستر بیست یه ایمیل زده و منتظری که مستر بیست جواب اونو بده. شروع کنیم میخوام یه نکته خیلی مهم بهتون بگم و یه خواهش ازتون بکنم. من دارم سعی میکنم که دوبله های رسمی مستر بیست رو بگیرم، یعنی با خودش همکاری کنم توی دوبله های فارسی و واسه جلب توجه مستر بیست به کمکتون نیاز دارم. من یه متن انگلیسی توی دیسکریپشن زیر این ویدیو و همچنین تو کانال تلگرام میذارم، کانال تلگرامم اینجا میاد، که توش نوشته مستر بیست عزیز، ما مخاطبان فارسی زبان دوست داریم که دوبله های ویدیوهای تو رو با دوبله پوریا وست ببینیم، لطفاً باش همکاری کن. من پیام همکاری رو براش ارسال کردم و فقط به کمک شما نیاز دارم تا بتونیم توجهش رو جلب کنیم. و در آخرم باید بگم که اگه مستر بیست به دوبله فارسی کردن ویدیوهاش ادامه بده و ویدیوهای بلندش هم دوبله فارسی کنه، دیگه هیچ بازدید کننده ای از ویدیوهای ممنتو و پوریا وست باقی نمیمونه و کانال هاشون به شدت افت میکنن. اما اگه از این ماجرا بگذریم میرسیم به ماجرای درگیری حامد تبریزی و مهدی امینی در یک رستوران داخل منطقه فرهزاد تهران. همونطور که میدونید حدود چند هفته پیش مهدی امینی و حامد تبریزی به خاطر درگیری در یک رستوران دستگیر میشن و چند وقتیه که خبری از اونا نبود تا اینکه مصاحبه اونا پخش میشه. و اگه بخوام داستان این درگیری رو خلاصه براتون توضیح بدم، حامد تبریزی و مهدی امینی ساعت 12 شب به یه رستوران میرن و به خاطر قوانینی که رستوران ها دارن از ساعت 12 به بعد به اونا سرویس ندادن و اونا رو از رستوران بیرون کردن و بعدش هم اونا با کارکنان رستوران درگیر شدن و بعد از کوبیدن مشت و لگد به در رستوران در آخر تیراندازی میکنن و اونجا رو ترک میکنن. اما یه سریا میگن که این کار فقط برای خودنمایی و حالا جذب فالوور بوده، ولی این کار برای هر چیزی که بوده مثل این که براشون خیلی داستان شده و پلیس به خاطر تیراندازی که کردن کوتاه نمیاد. سلام تو میری قمه دستت میگیری زورت پشت قمته.
آجا به خدا پشت شمشیرته. خدا قمه دستم نگیر. تو راست و یه ذره دل و جرأت خودت داشته باش، برو مردونگی بکن. درگیر شده بودن، رفیقامو زده بودن، بعد منم تو حالت طبیعی نبودم. نصف شب رسیدم، بعد اون موقع هم بچه‌ها نبودن، یعنی کسی رو ندیدم. 3 تا تیر هوایی سر خیابون زدم و رفتم. تو حالت طبیعی نبودم. همراه یکی دیگه از اراذلی که در زندان هستش و شب گذشته دستگیر شد. ایجا فکر کردی تگزاسه؟ فکر میکردید پیداتون موننده بگیرن بیارندش؟ بله؟ این گروه 5 نفره کسانی هستند که فعالیت زیادی هم تو فضای مجازی دارن. قبلا 3 مرتبه بررسی‌های فنی رو که انجام دادم دستگیر شدن به لحاظ کلیپ‌های شرارت و موضوعات عدیدی رو که تو فضای مجازی بارگذاری کردن. این دفعه میان ساعت 12:30 شب هستش، چند روز گذشته در محله فرهزاد به قصد این که وارد رستورانی بشن، به خاطر اینکه ساعت 12 شب به بعد دیگه رستوران‌های ما تعطیل هستن و نباید سرویسی به مشتریان بدن، تلاش میکنن که ورود بکنن اونجا، ممانعت میکنن از ورودشون، در رستوران رو میبندن، شروع میکنن به زدن به در رستوران و مشت و لگد زدن و همینطور در یه فاصله حدود چند متری از رستوران که جدا میشن تو محل شروع میکنن به تیراندازی با سلاح گرم کمری. مجددا از اونجا فراری میشن. چند نفر دیگه مرتبط دارن که بایستی دستگیر بشوند، به اطراف تهران متواری میشن. عملیات روز گذشته اینا 5 نفرشون در تهران و استان البرز دستگیر شدن. سلاح جنگیشون هم کشف شده، در اختیار ما مجموعه بنده هستش الان و اتهام الانشون تیراندازی با سلاح گرم و درگیری و ضرب و شتمی رو که در ورودی این رستوران و داخل مکانی که اونا رو دستگیر کردن سلاح‌های جنگی زیادی کشف کردن که این موضوع خودش جرم پرونده رو چند برابر میکنه. و در آخر باید بگم که این کارشون حسابی واسه شون داستان شده و معلوم نیست که قاضی اونا رو به چند سال حبس محکوم کنه. و اما نظر شما درباره این موضوع چیه؟ خوشحال میشم که داخل کامنت ها راجع به این موضوعاتی که امروز با هم بحث کردیم نظرتون رو برام بنویسید. این بود از حواشی امروز. اگه حال کردید لایک، کامنت، ساب یادتون نره و اگه خواستید از حواشی داغ روز سریعتر از همه با خبر شید، این چنل مخصوص خودتونه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا حواشی های داغ دیگه. خدا نگهدار.